ترور محسن فخریزاده پیشرفته ترین ترور قرن 21 بود. اولین ترور کاملاً مکانیزه به شیوه کنترل از راه دور. ترور با اسلحه‌ای اتوماتیک که روی چهره دانشمند ایرانی قفل کرده و فقط او رو مورد هدف قرار میده. چند سال بعد، یعنی دقیقاً شب اول جنگ 12 روزه هم ترورهای مشابهی رخ داد. شناسایی محل حضور دانشمندان ایرانی و ترور تقریباً همزمان اونها. نحوه عملیات پیچیده پهپادی که موفق به شناسایی و ترور دانشمندان شد، نشون دهنده پشتیبانی یه هسته مرکزی علمی از عملیات نظامی اسرائیل بود. یعنی یه مرکز علمی تحقیقاتی که دستاوردهاش رو در راستای اهداف نظامی ارائه میده. مؤسسه وایزمن در شهر رهوفوت در 20 کیلومتری تل‌آویو قرار داره. این مؤسسه فاقد دوره کارشناسیه و فقط توی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو میپذیره. اما داستان وقتی جالب میشه که وایزمن خودش رو مؤسسه‌ای علمی معرفی میکنه که در توسعه تکنولوژی‌های دوال یوز یا دوگانه فعاله. یعنی تکنولوژی هایی که اونها از جنبه علمی سمتش رفتن ولی خیلی اتفاقی به کار صنایع نظامی و اطلاعاتی هم میاد. مثلا یکی از رشته‌های علمی در این مؤسسه کار در حوزه اپتیک یا به زبان ساده همون عدسی هست. ممکنه در نگاه اول کار روی عدسی مسئله ساده‌ای به نظر برسه. اما وقتی مشخص میشه این مؤسسه روی ساخت عدسی‌های خاص برای دوربین‌های پهپاد کار می‌کرده، ماجرا شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. مخصوصاً وقتی که اون عدسی‌ها از دوربین‌های پهپاد هرمس سر در بیارن. Cutting-edge multispectral technologies and extraordinary optical quality, we provide extensive surveillance coverage. But it's more than just technology. It's our commitment to push beyond boundaries, to see what others cannot. Capturing even the smallest details with unparalleled precision. Delivering critical information that empowers decision makers. Enabling timely and accurate decision making. طراحی هوش مصنوعی برای هدایت پهپادهای بدون سرنشین هم توسط مؤسسه وایزمن در اختیار شرکت تسلیحاتی رافائل قرار گرفت. یکی از پروژه‌هایی که رافائل روش کار می‌کرد، استفاده از مسیریاب‌هایی بود که بی‌نیاز از GPS‌های رسمی باشه. به طوری که بتونه در شرایط جنگی با وجود اختلال در GPS کار مسیریابی و تشخیص چهره رو انجام بده و خودش رو به محل مورد نظر برای ترور برسونه. این پروژه هم با پیمانکاری مؤسسه علمی تحقیقاتی وایزمن انجام شده بود. در کنار همه اینها، یکی از مشتریهای بزرگ دانشمندان، فارغ التحصیلان و دستاوردهای علمی حوزه نرم افزار و هوش مصنوعی وایزمن، یگان 8200 ارتش اسرائیل. واحد 8200 بزرگترین واحد اطلاعات الکترونیکی ارتش اسرائیل. جدی‌ترین بخش ارتش در عملیات‌های شناسایی، ترور و بمبارون به وسیله پهپاد. ایران تنها در فاصله 2 روز از آغاز جنگ به شیوهی باور نکردنی با وجود سامانه پیشرفته گنبد آهنین
مؤسسه وایزمن رو مورد اصابت موشک‌های خودش قرار داد. البته موشک‌هایی که هنوز از نسل آخر موشک‌های ایرانی نیستند. ایران طی حمله این موشکی به مؤسسه وایزمن ضرری معادل حداقل 600 میلیون دلار به رژیم زد. این در حالیه که ایران نه تنها آسمان کشورهای همسایه رو در اختیار نداشت، بلکه باید از پدافندهای اونها هم عبور می‌کرد. ایران در زمانی بسیار محدود، مختصات دقیق مغز متفکر عملیات ارتش اسرائیل رو شناسایی کرد و بدون حتی یک کشته، فعالیت بخش‌های همکار با صنایع نظامی رو در وایزمن متوقف کرد. در حالی که اسرائیل مستقیم به منازل دانشمندان ایرانی حمله کرد و حتی منازل همسایه‌های اونها رو هم تخریب کرد و بسیاری از افراد غیر نظامی رو کشت.